سلام، حالتون چطوره؟ امروز اومدم برای شماها از درخواست زیادتون با لوازم آرایشی مامانم میکاپ کنم. بزنید برید. بچه‌ها دیگه واقعا میدونم مامان لوازم آرایشی خاصی ندارن. مثلا خب مامان خیلی لوازم آرایشی داره ولی مثلا کانسیلر کانتور این چیزا نیست. اول از همه خودش همیشه این مرطوب کننده رو برای زیر پوستش انجام میده. بزنین. و من خب یه وقتایی از این استفاده میکنم ولی زیر آرایشان نه زیاد، ولی خب رسیدیم تو اتاق مامانم هستم دارم ویدیو میگیرم. بچه راستی ویدیوی چیزا من ببینید حتما. ویدیوی که با دوستم گرفتم قرار آپلود شه تا جدید، ویدیوی بدون بلندر و براش. خیلی واقعا اصلا ویدیوی سختی بود بدارم برام چون من از چربی پوست خوشم اصلا نمیاد بود اصلا قطعا یه ذره چون احساس کنم گرفته میشه اصلا حالا بد میشه که به لوازم آرایش نمیشه. ببین اینجا این کشو دومش بود، یعنی کشو چیزش پر از روزه 100 تا روزه خب ولی خودش میگم من اول از این استفاده میکنم بعد از زیر سازم که آبرسانی کنه به پوستم، حالا یه کرم میزنم که منفذمو ببنده و خب آرایش چیزا بخوره داره تموم میشه. پریکاتن میگه خیلی خوب منفذ اینا رو میبنده به آرایش. ببین میشه اصلا منفذ اوی رو حفظش کنی بچه اینو دیگه پاک نمیکنم خیلی پوستم چرا برسم همه بچه. خب اول از همه از یک این نزد دافتابش نمیدونم به نظرت من سوال کنم بچه هرچی میگه نزد دافتاب نیست، موشو ترجمه کردن نبود میگه نداره زد دافتاب غیر از این نه پس این زد دافتاب رنگیه رو برم دارم میزنم سیسی کرم. اینو قبلا خریده بود میگفت فوق‌العاده است ولی الان خریده میگه اسم ظاهر من از این زیاد خوشم نمیاد پس بقیه‌شو برمیگردونم سر بچه‌ها. میدونید چیه مامانم بیوتی بلندر نداره از این استفاده میکنه و منم خود خیلی بدم میاد از این. ولی خب تمام کرم پودر خب خودش میبره چیز چراتیه. من بلند کنم بیام اینم زدم به سوده فوری احساس میذارم رنگم عوض کرده. یه چیزی اینجا هست فوق‌العاده است، انقدر رو پوست سبکه انقدر فوق‌العاده است که نمیتونم بهتون بگم اصلا انگار هیچی نزدی کرم پود ولی خب مثلا خیلی کرمیه اون نداره اصلا. ببینید تا شکلش نمایلش چه شکلیه ولی کاملا چیز خیلی فوق‌العاده ایه. میتونم بهتون تضمینش کنم عزیزان. چرا رنگش با پوست من یکم متفاوته چون مامانم کانسیلر نداره مجبورم پودرم نداره پس مجبورم میذاره اینجا هم بزنم تا رنگشو بگیره ولی بازم نمیگیره چون چقدر من کانسیلر حساسم دونو آرایش دیگه نمیکنم. اونجا کی جنی اوی از خود متشکرتر از من دیدی داداش بچه با پوستم همچین چیزی رسید راضی نیستم ازش. تا اینجای کار من راضی نیستم فایده همه تونشم دارم اینو بیشتر بلند کنم. بچه مامان من دیروز اصلا سایه نمیزنه و اینکه من با پشت چی همش میچسبه رو من دستم چون کثیفه چون سایه نمیزنه من میخوام یه جوری سایه بزنم یه جوری رو گلابه داره رنگ دیگه شم داره بزنم چون رنگ بزنم این رنگش هم داره کدوم رنگ به نظرتون بس این فرقی نداره زور ببینم باز نمیشه داره این باز شد آی ریدم بروشم برای این نداره حتی چی جوری میزنه من نداشت توری مامان قشنگم فداد بشم چجوری با این آرایش میکنه ندارم تسبیشو میکنه چقدر احمد ایفوی ببینم میشه آره خوشگله بچه این خوشگله بکنه اینطوری شد و یه اینجا هم زدم چیز خوشگل در بود تو این چرا من انقدر بدم واقعا چرا بد شکلم خدا چی من بفهمونید مثلا این سایزا فقط پشت پلک از این دراز مرازی با این نمیشه توقع نکنید. خب مثلا دارم لوازم آرایشی استفاده میکنم تو خودش هر دفعه ازش استفاده میکنه میریم برای شروع ابرو چون من ابروهاش کاشته فایداش به شما این استفاده میکنید تا تمام بشه نشون که هیچ وقت ابروهای من این نیومده هیچ وقت فرچه خوبی نداشتم چقدر بده بچه‌ها بریم این خط چشم بکشم چون خط چشم بازم نداره یه دونه از این مدادای سیاه برمی‌دارم اینطوری اینجا میکشم و به بالا میدم چقدر بد میشه الان پاکشون کنیم
این الان پاک میکنم. این باز پاک نشد. چجوری اینو میکشم؟ اصلا باورم خط چیش نمیشه. خودش خط چیش داره. چه کاری حاله من. میکشمش اینطوری میشه. این خوشگل‌تر از اون شما. اشکال نداره میاد باشه. نمیدونم چشم داره اینجوری میکنه. برم درستش کنم بیرم. مثلا اینطوری برم درستش کنم. این بچه اینه میتونه که چشام یک خیلی خوشگل شد. دوربین بیناموس ببخشید خوشگل. چرا منو خوشگل نشون نمیدی؟ چرا؟ اینی که کشیدم یکم برداشتم خطی همسایه‌ای که زدم به اینجاهاش زدم خیلی خوشگل‌تر و گوگلی‌تر شد. چرا؟ خب میریم برای کنتور. اولش ریمل میزنه بعد نکنم. شما دیگه ریمل این ببین ابروها مجرم کن اینقدر درینه. مثلا ببینید اگه اینجوری ریمل می‌خواید ریمل بخرید فوق‌العاده است. جعبش اینهاش بزنید میشه من ایسی بخرید. چه خوشگله. بچه‌ها خیلی خوشگل شده ببینید منو واقعا. وای چقدر میام. ولش بود. می‌خواستم کنترل کنم با این رژ لب کنترل ندارم. من چرا بنش شدم که فقط یه دونه مدادی داشتش که قهوه‌ایه. ببینم تو هست. تو رو خدا خبر من نیست. هم بعد بکنم دیگه. حالا اینا رو نمیزنم دمو هم میکنم. نه اینو خودم نمیشه اصلا. بچه‌ها من گفتم که مون کنترل نداره و من مجبور بودم بدون از روز مدادیو بکشم. بچه‌ها اصلا اینقدر فوق العاده شد. کشیدم یه بار دیگه میکشم. پررنگ شده. خیلی خوب شد. اصلا پشمام داره میریزه. من با کنترلش اینجوری کنترل نمی‌کنم که انقدر خوشگل بشه ولی خوب. دست مریضات ندارم من واقعا. فدا اینا باشه الان اینجاها رو هم بزنه. یه زاویه فکر دوست دارم. بشه زاویه فکر فاجعه. خیلی خوبه. اینو من میگیرم از مامانم. تو میخوای چیکار اینو؟ خیلی دیگه شد. اینجا شاید چیزه یه مشتی شد. حالا من باز چونم خوب نشد. خوب چونه بلد نیستم کنترل. یه هایلایتر اون نشه بشین آقا بشین اونم ندارم. ولی از این سایش استفاده میکنم که خودم همین وقتی برشین دارم بگم من برای این کار خودش خوبه. آره اینقدر روی حساسه من بچه با یه روز سیرشی خودم بگم باشارشش کنم برای چی برای اونم نمیده حساس همه چی داره کنسیلر گرفته اصلا خاله بعد چی شد پسر داره اصلا یه ذره میزنم اینجا باشم دل ببرم. احساسم میدونی چیه؟ احساس میکنم خود مامانم شدم. چرا؟ اینجا جان چیزا رو میدونم قشنگ خودمون رو با هایلایتر مامانمون میکوشیم که برق بزنیم حال میکنی چه برقی میزنم خیلی بد برقی شدم خوشم نمیاد خیلی خوب شکرم این هم چی موزه هم بالاتر برم بردم دیگه چی میخوام؟ هیچ فکر نکنم دیگه بخوام همیشون تک میدم چیزی میخوام از نال؟ نه دیگه چیزی نمیخوام با این رجل لب که همیشه خودش استفادهش کنه نه جمع برم نه چیز تموم میکنم چقدر خوشگل شدم با اینکه همه چیز کم داشتم یادم رفت خجل لب بزنم ولی اینم شد از من داشتم من دیگه از این بودم اینو ببینم مانش کنم خوشگل شدم الان بایست میگم با من خیلی خوب شدم خوب شدم نه این زاویه‌ام ببینید خوشگل شدم همینجوری میکاپ میکنم میرم عروسی نه خدایش نه دیگه همچین حیثیت نه بچه ها پشت صحنه رو نبینید تو رو خدا ببخشید عجب دیگه چه دافی شدم ولی دوست به همتون لایک و سابسکرایبتون نره اگه دوست داریم با لباس مارش خالمم میکاپ کنم برام تو کامنت ها بنویسید دوستتون دارم